دوستان عزیز، زمینه حیدری استم. در این چینل میخوایم انگلیسی را از صفر ساده و قدم به قدم یاد بگیریم. اگر همیشه فکر میکردین انگلیسی سخت است، نگران نباشین. در اینجا با هم یاد میگیریم، تمرین میکنیم و پیشرفت میکنیم. امروز با اولین و مهمترین درس حروف الفبای انگلیسی شروع میکنیم که اساس و پایه زبان انگلیسی هست. اگر دوست دارین انگلیسی را درست و اصولی یاد بگیرین، حتما ویدیو را لایک کنین، چینل را سابسکرایب نموده و این درس را با دوستانتان شریک بسازین. English Alphabet، الفبای انگلیسی. حروف الفبای انگلیسی که اساس و پایه زبان انگلیسی هست 26 حرف هست، از A تا به Z. اولین حرف الفبای انگلیسی A B B C C D D E E F F G G H H I J J K K L L M M N N O P P Q Q R S T U V W X Y Z. حروف واول یا واول ساوند. حروف الفبای انگلیسی به 3 بخش تقسیم شده از نگاه تلفظ: واول ساوند، سیمی واول ساوند و کانسونانت. حروف صدادار، نیمه صدادار و حروف بی صدا. ولی حروف واول یا صدادار 5 حرف هست. این حروف صدادار باعث میشه که ما کلمات را به شکل درست تلفظ نماییم. A E I O U. حروف واول یا صدادار 5 حرف هست: A E I O U. A apple. E egg. I iron. O orange. U umbrella. فونیکس، تلفظ کردن. حروف الفبا را به شکل درست در کلمات تلفظ کنیم. A apple. B ball. C cat. D dog. E elephant. F fish. G gorilla. H hat. I igloo. J juice. K kangaroo. L line. M monkey. N noose. O octopus.
P. Pick, pick. Q. Question, question. R. Ring, ring. S. Sun, sun. T. Train, train. U. Umbrella, umbrella. V. One. W. Watch. X. Box, box. Yellow. Y. Yellow. Z. Zoo, zoo.